اگر تا حالا این حس رو تجربه کردی که کسی بدون اینکه مستقیم حرفی بزند، رفتار تو را کنترل کرده، نظرت را عوض کرده یا باعث شده احساس گناه کنی، احتمالاً با روانشناسی تاریک روبرو شدی. در این ویدیو قراره بفهمی روانشناسی تاریک دقیقاً چیه، آدم‌های کنترلگر از چه تکنیک‌هایی استفاده می‌کنن، چه نشانه‌هایی توی رفتار اطرافیان وجود داره که باید جدی بگیری و مهمتر از همه، چطور می‌تونی از ذهنت محافظت کنی تا هیچ کس نتونه احساسات یا تصمیمات رو بازی بده. این خلاصه کتاب روانشناسی تاریک نوشته مایکل پیس هست و قول میدم بعد از شنیدن این ویدیو با یک قدرت جدید نسبت به ارتباطاتت نگاه کنی. روانشناسی تاریک مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌هاست که بعضی افراد برای تأثیر گذاشتن، کنترل کردن یا دستکاری ذهن دیگران استفاده می‌کنند. این افراد همیشه ظاهر بدی ندارن. اتفاقاً معمولاً خیلی جذاب، منطقی، دلسوز و قابل اعتماد به نظر میان. اما پشت این ظاهر هدفشون اینه که تو رو از مسیر طبیعی تصمیم گیری دور کنن و انتخاب‌هایی بهت القا کنن که به نفع خودشونه نه تو. مایکل پیس در کتابش توضیح میده که رایج‌ترین شکل دستکاری تکنیک‌هایی هستن که توی روابط دوستانه، عاشقانه، محیط کار و حتی خانواده اتفاق میافتن. اولین تکنیک مهم کنترل احساسی است. کسی که از این روش استفاده میکنه به جای اینکه منطقی صحبت کنه، احساسات تو رو هدف میگیره. گاهی با تعریف و محبت زیاد، گاهی با بی‌توجهی، قهر یا ایجاد احساس گناه. هدفش اینه که تو رو ناپایدار نگه داره تا هر تصمیمی که میگیری وابسته به رفتاری باشه که اون در ذهنت ایجاد کرده. تکنیک دوم گسلایتینگ هست. این روش یکی از خطرناکترین شکل‌های دستکاری روانیه. فرد کنترلگر کاری میکنه که تو به برداشت‌ها، خاطره‌ها و حتی عقل خودت شک کنی. مثلا میگه من هیچ وقت این حرف رو نزدم، یا تو داری زیادی حساسی، یا تو اشتباه یادته. اینجاست که کم کم احساس میکنی شاید واقعاً مشکل از توئه. میخوای آروم باشی، میخوای بحث نکنی و همین باعث میشه کنترل بیشتری به اون فرد بدی. سومین تکنیک بازی قربانیه. افراد دستکاریگر خیلی خوب بلدن نقش من بیگناهم، همه علیه من هستند رو بازی کنن. چرا؟ چون وقتی تو احساس دلسوزی میکنی، مقاومتت کم میشه و راحت‌تر کاری انجام میدی که اون میخواد. این آدما معمولاً وقتی خطایی میکنن، فوراً شیفت میکنن به نقش قربانی تا تو نتونی ازشون انتقاد کنی. چهارمین تکنیک اوورلود کردن، یعنی فشار اطلاعاتی. فرد کنترلگر ممکن است اونقدر حرف بزنه، توضیح بده یا جزئیات بی ربط اضافه کنه که ذهن تو خسته بشه و در نهایت بدون اینکه متوجه بشی تسلیم خواستش بشی. خسته کردن ذهن باعث میشه فرد مقابل قدرت تصمیم گیریشو از دست بده. پنجمین تکنیک پنهان کردن اطلاعات مهمه. بعضی آدما مستقیما دروغ نمیگن، اما قسمت‌هایی از واقعیت رو حذف میکنن. این حذف‌های کوچیک باعث میشه تصویر تو از شرایط ناقص بشه و وقتی اطلاعات ناکامل داری، تصمیمات به سمت خواسته‌های یکی دیگه منحرف میشن. کتاب روانشناسی تاریک فقط تکنیک‌ها رو معرفی نمی‌کنه. درباره نشانه‌های شخصیتی افراد کنترلگر هم صحبت می‌کنه. اغلب این افراد اعتماد به نفس ظاهری بسیار بالایی دارن، اما از درون شدیداً نیازمند قدرت هستند. معمولاً در ابتدای آشنایی فوق‌العاده مهربون، حمایتگر و جذاب به نظر میان. تو حس می‌کنی بالاخره یک نفر رو پیدا کردی که واقعاً ارزش تو رو میفهمه. اما بعد از مدتی رابطه وارد فاز واقعی میشه. کم کم درخواستاش بیشتر میشه، ازت میخواد روی چیزهایی که دوست داری کمتر وقت بذاری یا تو رو از آدم‌های اطراف دور میکنه. این محدودسازی‌ها اول کوچیک و بی‌اهمیته، اما در ادامه تبدیل میشه به یک چارچوب مشخص که اگر ازش خارج بشی تنبیه احساسی در انتظارته. سکوت، سردی، قهر، بی‌تفاوتی. نکته مهمی که مایکل پیس روی اون تاکید میکنه اینه که بسیاری از قربانیان نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. چون کنترلگری آهسته، تدریجاً و هوشمندانه پیش میره. به همین دلیل اولین قدم برای محافظت از خود آگاهی از این نشانه هاست. اما حالا مهمترین بخش کتاب. چطور میتونی از ذهنت محافظت کنی و اجازه ندی کسی کنترل روانی روی تو داشته باشه؟ اولین قدم ایجاد مرزهای روشنه.
مرز یعنی دانستن اینکه چه رفتاری برای تو پذیرفته نیست، حتی اگر از طرف نزدیکترین آدم زندگیت باشه. افراد کنترلگر از مرزهای نامشخص سوء استفاده میکنن. هر جا حس کردی رفتاری باعث احساس تحقیر، گناه، ترس یا اجبار میشه، باید واضح بگی نه. قدم دوم اعتماد کردن به احساسات درونی خودته. اگر حس میکنی رفتار کسی غیر طبیعیه، اگر کلماتش با عملش هماهنگ نیست، اگر همیشه تو مقصری یا باید احساس بد داشته باشی، اینها نشانه است، نه تصادف. آدمای سالم رفتاری میکنن که باعث آرامش و رشد تو میشه، نه اضطراب و سرگمی. قدم سوم فاصله گرفتن از بحث‌های بی‌پایانه. کسانی که از تکنیک‌های تاریک استفاده می‌کنن، هدفشون به دست آوردن حق نیست، به دست آوردن کنترله. بنابراین وقتی بحث بی‌نتیجه و تکراری میشه، بهترین دساین اینه که خارج بشی و انرژی ذهنی تو حفظ کنی. و در نهایت مایکل پیس میگه تکمیل دانش بزرگترین سپر دفاعیه. وقتی تو نشانه ها رو میشناسی، وقتی میدونی این رفتارها چطور کار میکنن، دیگه هیچ کس نمیتونه بدون اجازه خودت وارد ذهنت بشه. آگاهی تو رو از قربانی بودن نجات میده و به کسی تبدیل میکنه که قدرت کامل زندگیش رو در دست داره. اگر تا اینجا همراه من بودی، همین آگاهی که الان داری یعنی اولین قدم رو برداشتی. از این به بعد هر رابطه‌ای رو با نگاه دقیق‌تری بررسی می‌کنی، هر رفتاری رو بهتر می‌فهمی و اجازه نمیدی کسی تصمیماتی که فقط مال توئه رو به جای تو بگیره. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.